ویدیو قراره یه شعبده بهت یاد بدم، خودت بری بیرون اتاق خود به خود انجام شه. به ماجیک کبیر بعدی‌ها خوش اومدید. بله. جایی که خیلی خفن میشید، شعبده‌های باحال یاد میگیرید، میتونید جواب دست بگیرید، حرفه‌ای باشید، درجه یک باشید، خفن باشید. یه شعبده بود. بچه‌ها این شعبده رو ببینید، خیلی خفنه. حتما تا آخر ویدیو نگاه کن. آموزش هم بهتون میدم. لایک، سابسکرایب، کامنت خفن، انرژی مثبت، زنگوله. بریم. آموزش هم داره. حتما تا آخر ویدیو نگاه کن. رضا جون. سلام. بول بزنمو. بچه ما کلا ما دسته کارتای معمولی انجام میدیم. دسته کارت خاص اینجا نمونه، چون میخوایم آموزش بدیم. یه چیزایی بهتون یاد میدم که همتون بتونید اجرا بکنید بچه‌ها. خدمت شما. بر زدی خیالت راحت شد. بچه‌ها یه بارم بیاد. من خیالم ناراحت شد. تو چقدر نمکی یادشون بده. همش با هم دیگه فرق داره. یه کارت دیگه هم بزن یا اول فصل. بریز. خب رضا یه تعداد کارت میخوام بهت بدم. خب کاملا ببین ما کلا در چنلمون کاملا آزادانه ایم. اصلا شعارمون کاملا آزادانه است. یه تعداد کارت بهت میدم. خب اینا رو برا بر بزن. فکر کنم نصف نشه. یه چند تا دیگه هم یه 3 4 تا بیا خود وردا خودت بیا. حالا اونا رو بردا. اوکی دیگه. داش همه کارتا رو میخوام نصفش کنم یزید. خب بر بزن کارتاتو. واقعا الان جفتمون یهو دست شدیم بچه‌ها. حله. ببین من رومو اونور میکنم، شما کارتاتو بر بزن. میخوام یه کارت انتخاب بکنی. چجوری انتخاب میکنی؟ شما کارتاتو بر میزنی، هر جا که تموم شد بر زدنت کارت زیر دسته رو برمی‌داری نگاه میکنی. حله. و اون میشه کارت انتخابی و دسته کارتو میندازی روی این کارتا. حله. من خدافظ. بر بزن، هر وقت تموم شد کارت زیر دسته کارت انتخابی. آینه داری؟ نه ندارم. هندزفری داری؟ ببینم. نه. ببینم تو رو. نه. خیلی تمومه؟ بله. خب ببین الان تقریبا میشه گفت کارتت کجاست. تقریبا وسطای دست است. بیا سختش کنیم. آره یه ذره سخته. کات بزن. از هر جا که میخوای کات بزن دسته کارتو که دیگه معلوم نباشه کارت کجاست. یه کات دیگه هم بزن برامون. خوبه؟ یه ذره خب الان دیگه کاملا کارت رفته قاطی شده دیگه. ببین اینجا میخوام ببینی که کارت تقریبا کجاست. اصلا به من نگو. میخوام ببینی که واقعا یه جاهایی واقعا وسطای دسته کارته. حله؟ اوکی. خب مهران گرفتی کارت رو؟ بله. من کارت رو جمع میکنم بچه‌ها. خیلی خوب. خب رضا من اینجا دیگه میتونم اصلا برم بیرون اتاق. خودت میخوای برم بیرون اتاق خودش انجام بده؟ نه دیگه میخوای بری بیا قابمون رو تمام بگو. نه آخه به بچه‌ها گفتم میتونید برید بیرون. واقعا میتونید برید بیرون. رضا 2 تا دسته کارت ازت میخوام بچینی. تو اصلا بگو چپ راست. خب همین از ادامهش برو دیگه. خب 2 تا دسته کارت اینجا بچین و راست دستی یا چپ دستی؟ من راست دستی. پس دست راستی ها رو نگه می‌داریم، چپی ها رو هر دفعه حذف می‌کنیم. چه ربطی داره؟ حله. الان من راستو بشم. چپ راست شروع کن بذار. باشه. چپ راست. یک سال بعد. A few moments later. مهران مشکل داری؟ آقا ما داریم زحمت میکشیم. یعنی چه؟ ادیتور من باید اینا رو بذارم. 2000 years later. حالا شد. خیلی خوب اونا رو حذف کن. این دسته کارت میمونه اینجا. اینا رو از بازی اصلا خارج میکنی. اینا رو هم دوباره شروع کن همین کارو بکن. هر دفعه دسته سمت چپی رو حذف میکنیم.